سلام، خوش آمدید. ما با واسهتون ویدیو قرار بریم چالش چانک 2 و دیگه چالش چانک 2 و فاگ آن و فاگ استارت 2. یعنی اگر کل گیمو اینجوری ببینم و آره دیگه این چالش قرار به روحام و مانی بریم که آره دیگه اگر ویدیو خوش من لایک کنید، اگه بخواید از ویدیو آینده ما اطلاع داشته باشید که آپلود شدن یا نشدن سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن آن کنید. اگه سوالی داشتید کامنت بزنید، اگه نظر داشتید کامنت بذارید و آره دیگه مثلا ویدیو یعنی آقای سلام آقا بارو. سلام آقا روحام هست؟ روحام محترم. بله هست. خوبه. بریم توی گیم. چالشو که میدونید چیه دیگه، قرار چیه؟ آره همه توضیح دادیم. وای چانک 2 خیلی بده. پایینمو نمیتونم ببینم، پایینمو مپو نمیتونم ببینم. مپ چیه بزنم اسمش مپ هورایزن چیه؟ آجی به کجا با بیری بزنیم؟ دقیقا این بزرگترین مپ. شت به کجا با بیری بزنیم رام؟ من که جلو خیلی آسونی جلو. شاید اون مپه چه ندارم نیست. تو این مپ فایربال بچه تصویر ندارم، یعنی تو این چون که ما نمیتونیم مثلا از سرور دیگه فرمان خیلی نوبا. آچیشم من الان چیزم وای چقدر من خدای نفش خیلی بود. من اصلا نمیدونم دارم از به کجا بیریش میزنم. ها دیدم داره برد میشه. شانسی میرسیم دیگه هرچی شد. الان گیریج خودمونم حتی نمیدونم. این برابریم دیگر دایمند فکر کنم ها. وای من لک شد سرور پشتت گیرینه، پشتت گیرینه سانیگر این مپه هست؟ این نه این نمیدونم چه مپیه. بدشون بازا داداش چانک 10 نه خدایی پرات بگیرم یا فور؟ پرات 100%. بیا توش میشه اگر ران ندی؟ ای خدا دمیج زیادی خوردم. باش اچ پی رو دوه بزنیش ناموسم بزنیش. شت خیلی بده واقعا بر من عالیه. اف پی اس 74 لیتس گو. اشتباه پس بخیر یه فایربال یه وقتی که سمتون فرد کنه نمیتونیم بک بدیم دیگه. رام بزن من چیزی نداری؟ نه با 32 تا رو شدم. کسی پشتم بود بگو. میدونی خیلی دارم میبینم باشه تا این بابا این بابا من یه نیمچه بلو من چیزی چیل خودم شدم. کجا جوری هستی؟ بد ندارم. اوه هیچی برای من ندادی یا من بلاک ندارم. بیا دمت هم گرد یلو بود. مهم نیست. گیریده آهنگ کرد. اون رد داره میاد. ای کیل خور او کیل خوب میدونم دارم علکی میگم. تو از اول شروع کردی نمیدونیش بچه کیلا من اگر اینجا بپرم پایین مردم. بس میگی اون گیری زدناشون کجا میری خیلی بری اشتباه میری. الان دیگه نمیری. اوچ فقط ببین چقدر سریع تموم میشه تریوز. این چی؟ چرا پنجره راست میگه پنجره پاختن کسی نیست. بیای جلوم کلتو دار میزن. یکیشون اومده نیست و بمیر بابا چطوری 7 دقیقا دمیج شد به یارو؟ نمیدونم شارپ اصلا نداریم. نمیدونم این برای منه. بقیهشون کجا؟ من نمیبینم اون کیو. عالی
برده یارو. بچه شما میبینید یارو کجاست؟ من که نه من یه دونه ترکر الان میگیرم. اصلا در مورد مانی صحبت نکنیم. مانی داره از فونیکس کردن که چانکش یکی داره میبینه، اون دیگه اصلا کوله هیچی نمیبینه. ای بک این دپلر باید پشم خریدم. چیز اون ریزی اوی این مپه خیلی بده. خوبی چرا باید این چیز بابا اینجا الان همه راشمون میدن سریع بدون هیچی که ببینیم. شت آقا یکی دفعه بده، ما تو دفعه بده، من تو دفعه بده. یه جورایی هم زیادی سخت نیست. اوکی خود سریع چانکاش خیلی زبال است. 8 تا بیشتر لوت نمیکنه. هرکی گلدار داره دفعه بده. من الان میدم به دفنس دیگه اون دیگه بای بای. من بای بای کنم. بای بای. بای بای نشد. بی تربیت بینو یا عوض است. غلط کردم. هیچی نمیبینم. هیچی نمیبینیم. بهشون خالی. اون یکیشون داری پرواز. آها نه بلاکاش بود. یعنی ولی یکیشون های گرفته بیدلیل. سوپرمن من اصلا بگیر این یارو رو هم بده. من خیلی من اصلا نمیرسی. اصلا نمیرسی. یکی مات. اوکی حاجی دیگه تموم شد که ای بس 300 بلاک داشت. هم واچ تایم ببینم. وای الان زوده بده. جی بین. چقدر حاجی یه مشتیگه بگیم خیلی کم. ویدیو فاکینگ 8 دقیقه شد. بارم 40 دقیقه دیشبیه رو که فعلا 50 نفر دیدن. داشت 40 دقیقه واقعا بیشکل آپلود 40 دقیقه ویدیو رو گذاشتی؟ هی آپارات رو هم دفعه بده. هرچی ببینن که آقا یه دفعه من دفن میدم بقیهش که من دیگه دفن نمیدم. باید بود ما نیست. نه هر کی گل دستش بیاد دفن خدا من بادوریچ میرم تلی میرم برو بخوام تلی بدم. داشت تو اول فصل بیجو نیفتم سام میاو. الان گلو اومده. براد تیره. آقا اگه من بند شدم ببین برای چی بند شدم. کلاش شو. از چی بند شدی؟ هیچی تو ویدیو میبینید. بابا اون بند نداره. شاهدشم چرا؟ نوبا رو بند نمیده. بابا پروا نکن دیگه. یعنی وای چی داره با موسش کشتی میگیره؟ مانی او بابا کی این چیزو خراب کرد؟ من تیدی گذاشتم روش. دستانی فروشی بازداشت من یه دونه بار رو تمینی که الان ساخته بودیم تو چشت. صحبت نکن. حتما میتونم اینجا تو اونجا بپرم. حتما میتونم بپرم. الان بیس یلو کدوم گوریه؟ تو بیا دنبالم بیای پیش من میفهمی. بیا بلاک بگیر. بلاک میخوای؟ آره من ایسکم 30 تا بلاک بریم بدشونو بزنیم. بودو من کلاچر قرنم کلاچر قرن میباشم. بابا دهنه تو سرویس. یعنی دهنه تو سرویس. واقعا دهنه تو سرویس. چقدر ممنون که شما اصلا بامرام و اصلا عادی هست. میدونید واقعا دوستتون دارم که اسپریت میکنید. عالی.
با من برای دراف دادم ایگر یلو هم رفت یلوش کورم من الان واقعا کورم یلو بدم میشم من آلردی کور هستم بابا شارک مثل هم تو باسرتون در آوردیم دیگه شت ای بابا چرا من هر وقت خورد میکنم میره وای آجی یه این جواد توسط عباس بوازار مرد. آجی خوبه نوب سعی بودم پارم من یه پاره بودم بریم بلو خوبه نوبه سایت بودم یه خوبه نوب سعی بودم که پاره نشدم یعنی پارم میشه کارما الان این بلو رفت تو کدوم سوراخی؟ خب بیشی ترکه رو بگیری با دیرمش نبشت دیگه جی جی اوکی ممنون که ویدیو تماشا کردید. اگه ویدیو خوش من لایک کنید اگه میخواید ویدیو آینده ما رو دنبال کنید یعنی اطلاع بهتون بیاد که یعنی اطلاع بگیرید آره سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن رو آن کنید اگه نظری داشتید کامنت زدید اگه سوال داشتید کامنت زدید براتون ویدیو بدید خدا نگهدار